این اولین ویدیوی لانگه که میخوام توی چنل بذارم و بازی روبلاکس رو برم. میخوایم بریم 99 شب در جنگل، هم ببینین هم لذت ببرین، هم بهتون یکم آموزش بدم که باید چی کار کنیم. این آموزش برای آدمای خیلی خیلی مبتدیه. ما با موبایل هست، ممکنه یکم با کامپیوتر فرقی نداره، ولی گیم پلی مثلا پریدن فلان کردن این کم فرق داره. خب بنده همونطور که میبینین 317 روز زنده موندم و قرار برم و زیاد زنده موندم. بنده با کاراکتر اسکین فضایی میام که چیز خیلی خوبیه. اگر 100 تا جم دارین حتما اینو بخرین، یعنی چیز فضایی رو بگیرین نه چیزای دیگه. خب من همونطور که الان با چند نفر اومدم که بازی های کم سریعتر جلو ببرم و پیش ببرم. خب نتمونه کم بده چون ما توی ایران زندگی میکنیم متاسفانه و RPM ها هم خیلی پایینه. خب در مرحله اول که وارد بازی میشین باید برین چوب جمع کنین و آتیش رو روشن کنید. خب بنده این تفنگ که میبینید توی دستمه به خاطر اسکین فضاییه، پس نگیم مثلا ما رفتیم توی این بازی و این تفنگ دست ما نبود. خب آتیش رو که چوباتون رو میارین با این دکمه میرزین توی آتیش، ولی خب 3 تا چیز میاریم برای ساختن مپ رو میسازیم و میذارینش یه جایی که به دل خواهد باشه. اینجا مپ روی گزینه بالا گوشه که میزنین مپ براتون وا میشه و همینطور صندوقایی که نشون میده رو صندوق نشون میده، بقیه صندوق باز میکنن، خودتون باز میکنین برای بقیه باز میشه که بقیه میتونن صندوق رو باز کنن. خب ببخشید اگه شما تفنگ ندارین براش پس با تبر میزنین، با تبر میارین گروه میکشین، غذا میده، غذاش رو ور میدارین و باید غذاهاتون رو حواستون باشه که خالی نشن و اگه خالی شن از جوناتون کم میشه و امکان مردنتون به شدت زیاد میشه. روی زمین یه سری هویج ریخته، وقتی داشتین میمردین میشین از اونها استفاده کنین. کننده گزینه هست به نام F و انگلیسی خوب نیست زیاد، ولی خب F و دیگه همه بلدن، اونم شاید ای بود ولی خب انگلیسی میگم که اصلا خوب نیست. این صندوقی که بهتون میگم، مثلا روی نقشه نگاه کنین، اون یه نفر اونجا صندوق باز کرده، اون الان ما همگی میریم اونو باز میکنیم. وقتی دستتون رو روی این نگه میدارین صندوق براتون میاد. خب بهتون چی میده؟ یه تبر داد به من. برای هر کسی چیزی که میده متفاوته، لطفا نیاین بگین شما بهتون چیز دیگه ای داد و فلان اینا. برای هر کسی یه چیز متفاوته. بهترین چیزی که میتونه یه صندوق بهتون بده تفنگ، نیزه یا همچین چیزاییه. خب بله دیگه حواستون باشه که غذاهاتون به ته نرسه و یعنی مرگتون حتمی میشه. غذای خام بخورین دمیج میخورین، پس سعی کنین که غذای خام نخورین. خب اینجا صندوقاتون رو باز کنین، واسه من صندوق رو باز نکنین البته. همونطور که میبینین به من تفنگ داد. این پارت اوله، پارت دومو براتون بعدم میذارم که الانم یکم دیگه میمونم بعد میزنم بیرون. خب هر لحظه ممکنه که بزنم بیرون. همیشه اگر میخوایم بزنیم بیرون بدون دلیل آیتماتون رو به بقیه بدین، چون بقیه از اون استفاده میکنن. و همینطور این نیزه است که توی دست این خانم است. حتما نیزه که از بهترین ابزارهایی برای کشتن خرگوش یا اینجور موجودات است. برای اینجور چیزا کشتن سعی کنین بیشتر از نیزه استفاده کنین تا تبر. اگه دارین نیزه گزینه خیلی خیلی بهتریه. خب پای خرگوش و پوست گرگ. بعد از این آموزش میزنن بیرون. روز اول نه، روز دوم.
روز دوم که میان توی بازی، فقط هم روز دوم و پس از کشتن یه سری خرگوشا، هر خرگوشی نه، یه سری از خرگوشا رو میکشیم و بهتون پا میدن. اینها مثلا یه نمونه این پای خرگوشه و این پوست گرگه. پای خرگوش و پوست گرگو بعد از اینکه جمع کردین میان اینجا وای میسین تا فردا بشه و پوست گرگ رو میدین به این آقایی که قرار اینجا بیاد. وایسین الان روز میشه، فقط یه چند ثانیه دیگه باید صبر کنیم تا روز بشه. کی روز میشه فقط خدا میدونه. و این اسکین کارش اینه که این تفنگو بهتون میده، حتما رو جمع کنین و یه همچین اسکینی بگیرین چون بهترین اسکینه برای 100 تا جم. خب آقایی که دربارش صحبت میکردم اینه. این آقا پای خرگوش رو میگیره همونطور که میبینید و به جز پای خرگوش خیلی چیزای دیگه هم میگیره که احتمال هست پارتای بعدی بهتون بگم. برای اولین چیز حتما گونی رو بگیرین که گونیتون از 5 تایی به 15 تایی تبدیل میشه و بعد از پوست گرگ یا تبر بگیرین یا نیزه. البته برای من الان تبر رو نیاورد چون قبلا داشتمش. تا پارت بعدی و ویدیوهای بیشتر، خدا نگهدار.